خانواده مسکینی که خانهشون را خراب میکردند و اونا فریاد میزدند. واقعا نگران کننده است که ما که مسلمانیم و مدعی مسلمانی در شهر ما اینجوری اتفاقاتی میافتد. این خیلی بد است. ما زورمون برای بقیه نمیرسد، ولی اون راننده لودر چطور میخواد زندگی بکند، چطور میخواد راحت به خانهش برود که خانه یکی را خراب کرده. خدا را قانع نمیشه. آقا من مجبور بودم، شغل من است. شغل این شغل نباشه بهتر است. خانه مردم را فقیری، حالا با پولدارا کار نداریم که 10 تا ساختمان بسته غیر قانونی ما کارش نداریم، ولی یک خانه، یک سرپناه حق هر انسانی است. هر انسان مسلمانی باید خانه داشته باشد. مشکلی پیش آمده که اخیراً کل ملت ایران احساس نفس تنگی می کنند، مسکن ندارند. آیا خدا مقصر است یا ما مقصریم؟ شما نگاه کنید، نزدیکترین شهر به ما 200 کیلومتر فاصله داره. این طرف زابل، این طرف خاش. تا دلتون بخواد زمین ریخته است. ولی چرا مردم نفس تنگند؟ چون اداره ها قفل کردند. اداره ها، یکی از علت های بدبختی ملت ایران، اداره های زیادی هستند که قانوناشون مال قبل از انقلاب هستند. تا زمانی که این اداره هستن کسی نمیتونه زندگی بکنه. یا این اداره کلا منحل بشن یا قوانین جدید بروزی باشه. الله متعال زمین ریخته، علی این زمینه را همه دولت برای خودش ثبت کرده، اجازه نمیدن مردم برای خودشون سرپناه بسازن. این است که مردم به تنگ آمدن. مثلا حیرانت چیکار بکنن؟ آیا مردم حق ندارن زندگی بکنن؟ زندگی بدون سرپناه امکان ندارد. و امروز مردم برای خوراک خودشون موندند، غذا ندارن بخورن. کی میتواند مستاجر باشد به سبب اجاره زندگی بکند؟ بنابراین اداره های مختلف مسئولن در نزد خدای عزوجل. باید کمک بکنیم. ما هم مسئولیم کمک بکنیم. همه ما برای حل مشکل مردم ما باید تلاش بکنیم.